ماه از همان لحظه‌ای که انسان سرش را به آسمان بلند کرد، همدم شب‌های تاریک و رازآلود او بوده است. ماه در داستان‌ها، اسطوره‌ها و حتی در علم و فناوری بشر جایگاهی بی‌بدیل دارد. اما فراتر از زیبایی، ماه ستون نامری تعادل زمین است. حالا تصور کنید این کره خاموش و اسرارآمیز که 384,000 کیلومتر با ما فاصله دارد، به طور ناگهانی از آسمان محو شود. این اتفاق شاید در ظاهر فقط یک تغییر کیهانی باشد، اما در حقیقت به معنای آغاز فازه‌ای زنجیره‌ای است. اقیانوس‌ها فرو می‌پاشند، آب و هوا غیر قابل پیش‌بینی می‌شود. فرهنگ بشری مسیر دیگری پیدا می‌کند و حتی امکان دارد انسان هیچ وقت به وجود نمی‌آمد. در ادامه قدم به قدم این سناریو وحشتناک و شگفت‌انگیز را بررسی می‌کنیم. جزرومت‌ها یکی از مهمترین پدیده‌های زمین هستند. ماه با نیروی گرانش خود آب اقیانوس‌ها را به حرکت در می‌آورد و چرخه‌های بالا و پایین رفتن آب را ایجاد می‌کند. اگر ماه ناپدید شود، این چرخه تقریباً 2/3 قدرت خود را از دست خواهد داد و تنها خورشید باقی می‌ماند که تأثیر بسیار ضعیف‌تری دارد. نتیجه چه خواهد بود؟ جریان‌های عظیم آب که مانند رگه‌های حیاتی اقیانوس‌ها عمل می‌کنند، آرام می‌شوند. مناطق ساحلی که روزانه با بالا و پایین رفتن آب زنده و پویا بودند، به محیطی ساکن و بی‌روح تبدیل می‌شوند. جزرومت‌ها نه تنها بر آب‌ها بلکه بر حرکت مواد مغذی در دریاها هم اثر دارند. نبود آنها به معنای سکون اقیانوس‌ها و کاهش شدید تنوع زیستی خواهد بود. اکوسیستم‌های دریایی به شدت به جزرومت وابسته‌اند. بسیاری از موجودات زنده مانند خرچنگ‌ها، ماهی‌های کوچک و پرندگان دریایی چرخه تولید مثل و تغذیه خود را بر اساس بالا و پایین رفتن آب تنظیم کرده‌اند. اگر ماه نباشد، این چرخه به هم می‌ریزد و نسل بسیاری از گونه‌ها نابود می‌شود. اما پیامدها فقط به ساحل محدود نمی‌شوند. پلانکتون‌ها، موجودات میکروسکوپی که بیش از نیمی از اکسیژن جهان را تولید می‌کنند، تحت تأثیر مستقیم جزرومت قرار دارند. نابودی آنها به معنای کاهش شدید اکسیژن و بحرانی جهانی برای تنفس موجودات زنده است. بنابراین نبود ماه می‌تواند حتی حیات روی خشکی را هم با تهدید مستقیم روبرو کند. ماه نه تنها بر اقیانوس‌ها بلکه بر کل تعادل زمین تأثیر دارد. محور چرخش زمین با زاویه‌ای ثابت نسبت به خورشید قرار گرفته و همین زاویه عامل ایجاد فصل‌ها است. ماه با گرانش خود این محور را پایدار نگه می‌دارد. اگر ماه ناگهان ناپدید شود، محور زمین به سرعت بی‌ثبات می‌شود. تغییرات کوچک در این زاویه می‌توانند نتایج بزرگی داشته باشد. تصور کنید زمینی که یک سال زمستان‌هایی با سرمای کشنده دارد و سال بعد تابستان‌هایی با گرمای سوزان. کشاورزی در چنین شرایطی غیر ممکن خواهد شد. این آشفتگی اقلیمی، قحطی‌های جهانی، فروپاشی اقتصادها و جنگ‌های بی‌پایان بر سر منابع طبیعی را به دنبال خواهد داشت. کره ماه هزاران سال است که چراغ شب‌های بشر بوده. قبل از اختراع آتش و برق، نور ماه تنها همراه انسان در تاریکی بود. اگر ماه وجود نداشت، شب‌ها در تاریکی مطلق فرو می‌رفتند. ماه همچنین الهام بخش فرهنگ و تمدن بوده است. بسیاری از تقویم‌ها، اسطوره‌ها و جشن‌ها بر اساس چرخه‌های ماه ساخته شده‌اند. اگر ماه وجود نداشت، شاید تمدن‌ها هیچ وقت به نجوم، ریاضیات و حتی هنرهای اولیه دست پیدا نمی‌کردند. میتوان گفت نبود ماه نه تنها طبیعت بلکه مسیر فرهنگی و علمی بشر را هم به کلی تغییر میداد. اگه این بخش برات جالب بود، حتما سابسکرایب کن و لایک یادت نره، چون ادامه ویدیو حتی شگفت انگیزتره و هنوز هم راز ماه رو نگفتم، چیزی که نشون میده بدون ماه اصلا انسان به وجود نمی اومد. تا آخر همراه من باش. اگر به سطح ماه نگاه کنید، میلیون‌ها گودال برخوردی خواهید دید. این گودال‌ها یادگاری از شهاب‌سنگ‌هایی هستند که در طول میلیاردها سال به جای زمین به ماه اصابت کرده‌اند. ماه مثل یک سپر دفاعی عمل کرده و زمین را از بسیاری از برخوردهای ویرانگر حفظ کرده است. اگر ماه وجود نداشت، زمین بارها هدف این اجرام قرار می‌گرفت. هر برخورد بزرگ می‌توانست تغییرات شدید اقلیمی ایجاد کند یا حتی موجب انقراض‌های دست زمین شود.
نبود ما به معنای افزایش چشمگیر خطر نابودی حیات در اثر برخوردهای کیهانی است. بسیاری از دانشمندان معتقدند که ماه نقش حیاتی در تکامل حیات داشته است. چرخه‌های جزر و مد نخستین موجودات را از دریا به خشکی کشاندند. این حرکت آغاز راه تکامل گونه‌های پیش‌تر بود. بدون این چرخه‌ها حیات احتمالاً در همان سطح ابتدایی باقی می‌ماند و هیچگاه موجودات خشک‌زی و در نهایت انسان پدید نمی‌آمد. حتی امروز نیز ما به طور غیر مستقیم بر انسان تأثیر می‌گذارد. از چرخه خواب و بیداری گرفته تا هورمون‌ها و روان انسان، همه تا حدی تحت تأثیر حضور ما هستند. نبود ما یعنی نبود همان نظمی که حیات را به شکل کنونی‌اش هدایت کرد. ما همین حالا هم در حال دور شدن از زمین است. هر سال چند سانتیمتر فاصله‌اش بیشتر می شود و در آینده بسیار دور این فاصله آنقدر زیاد خواهد شد که تأثیر ما بر زمین کمرنگ می شود. در آن زمین شبها تاریک‌تر و روزها طولانی‌تر خواهند شد. زمین بدون پشتیبانی ما به سیاره‌ای تنها و آسیب‌پذیر تبدیل می شود. هرچند این اتفاق میلیاردها سال دیگر رخ خواهد داد، اما نشان می‌دهد که پیوند زمین و ما جاودانه نیست. اگر ما ناگهان ناپدید شود، زنجیره از فضای آغاز خواهد شد. جزر و مدها فرو می‌پاشند، اکوسیستم دریایی نابود می‌شود، محور زمین بی‌ثبات می‌گردد، شب‌ها به تاریکی مطلق فرو می‌روند، برخوردهای شهاب‌سنگی افزایش می‌یابد و حتی تکامل حیات مسیری متفاوت طی می‌کند. ماه چیزی فراتر از یک جرم خاکستری در آسمان است. او نگهبان زمین، دلیل وجود تمدن و شریک حیات ماست. دفعه بعد که شب به آسمان نگاه می‌کنید و ماه را می‌بینید، به یاد بیاورید که اگر او نبود شاید هیچ وقت ما وجود نداشتیم.